امروز چهارشنبه 20 دیگه عصر. خب روز شنبه 16 ما این سطل رو پر از خوراک کردیم. 12 کیلو خوراک خریدم، الان تموم شده به 5 روز. خب تو این 5 روز 12 کیلو خوراک خوردم، یه هفته هم نمیشه. خوراک من خریدم کیلوی 16,000 تومان، آشغال ترین خوراک. حالا ضایعات آشپزخونه و آتشغال و نمیدونم میوه‌های خراب و اینجور آتشغالان که ما بینا دادیم، به عبارتی میکنه هنوز اگه اونا رو خواسته باشی حساب کنی روزی 3 کیلو دارن خوراک میخورن اینا و هیچ بازدهی هم ندارم. باز میان میشینن میگن آقا 2 میلیارد سود خالص از 50 تا مرغ بومی، نمیدونم 20 تا مرغ بومی بگی روزی 1 ساعت وقت بذار، ماهی 25 میلیون درآمد داره. خب کو درآمدش؟ الان 12.5 کیلو خوراک خریدم شده 200,000 تومان. چقدر؟ به 5 روز تمومه. این ته تش دیگه، این تش هم بریزم دیگه. الان اینا ببینید چقدر گشنم. هر 5 روزی 200,000 تومان آشغال ترین خوراکم خواسته باشم بینا بدم، میشه چقدر؟ 6 5 تا 30 تا، یعنی 6 تا 200,000 تومان میشه چقدر؟ 1,200,000 تومان. 1,200,000 تومان اینا فقط در برج خوراک میخورم. خب بابا 1,200,000 تومان من هر چی خواسته باشم تخم مرغ بخورم، به خدا من 1,200,000 تومان در ما تخم مرغ نمیخورم. آی برادری که میگی تو روستا پول ریخته، به خدا از این خبران نیست. ویدیو قبلی رو دیدی دیگه که باغ و محصولمون همه به باد رفت. دوست عزیز ویدیو رو لایک کن، ما رو هم سابسکرایب کن. یا حق.